لوکیشن عجیب و غریب این دفعه توی ایران. این رفیقمون یه دونه لوکیشن برامون فرستاده، آقا سینا، و میگه که برو این لوکیشن رو نگاه کن، یه لوکیشن عجیب و غریبه. خب بریم یه نگاهی به لوکیشن بندازیم ببینیم چه خبره. این برای لوکیشن، این برای ویدیو بعدیه که براتون میذارم. یه ویدیو خیلی خفن داریم. این مختصات میتونین مختصات رو کپی کنین، توی کپشن اولم براتون میذارم، حتما یه نگاهی بهش بندازین. خب اگر که سرعت اینترنتی یاری کنه، بریم ببینیم چه لوکیشن عجیب و غریبه. این لوکیشنی که فرستاده توی شهر اصفهانه. ببینید بافت عجیب و غریبی نمیبینم، فقط اینکه اینجا نمای سه‌بعدی داریم. بریم ببینیم این نمای سه‌بعدی چیه. خب چه عکسای عجیبی. حالا کاری ندارم که عکساشون چقدر عجیب و غریبه، فقط نکته جالب‌تر اینه که این دو تا اتاق بغل هم هیچ دری نداره، فقط دو تا اتاق بغل هم که عکس گالری کودک گالری کودک. جای عجیب و غریبیه. چون براتون گذاشتم، حتما بردارین و خودتون یه نگاهی بندازین. اگرم کسی راجع به این لوکیشن اطلاعاتی داره توی کامنت ها بنویسه، کامنتش رو پین می‌کنیم.